أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و طلبگاران و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله ما و شما 6 درس از مستوای اول گرفتیم و حالا با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس هفتم را به سمع شما خواهیم رسانید. الدرس السابع، درس هفتم. و حالا ما و شما در درس هفتم از کورس یکم قرار داریم و چطوره که درس های گذشته بیان میکردیم که موضوع درس چی می باشد، همچنین حالا اولا موضوع درس را بیان میکنیم، پس میگذاریم به اصل درس یا به آن کلماتی که در این درس ذکر شده است. و درس هفتم موضوعش تلکه می باشد. اگر یادتون باشد ما و شما درس دوم ذالکه را گرفتیم. ذالکه را گفته بودیم که اسم اشاره برای بعید می باشد، برای دور می باشد. اگر دور باشد، اگر ذالکه گفته اشاره می کردیم، لیکن آن مذکر بود، یعنی که مردانه، از جنس مردانه. اگر دور باشد، اگر ذالکه گفته اشاره می کردیم، یا هذا گفته اشاره می کردیم برای قریب، درس یکم. و درس دوم ذالکه گفته اشاره می کردیم برای دور. و ببینید که حالا کلمه تلکه می باشد. تلکه همان کلمه ذالکه هست، اسم اشاره هست، برای مفرد هست و برای زن هست و برای دور هست. همون کلمه ذالکه اگر یادتون باشد، پس این تلکه همون معنا را دارد، فقط برای زنانه هست. ذالکه مردانه هست، مذکر هست، برای جنس مذکر استفاده برده می شود. و تلکه باشد مؤنث است، برای جنسی مؤنث استفاده برده می شود. پس میگذاریم به موضوع درس. کلماتی که در این درس آورده است ببینید. میگوید که من هذه، این کیست؟ من هذه، این کیست؟ هذه را ما و شما در درس‌های گذشته گرفتیم که برای مؤنث می باشد، برای جنس زنانه می باشد. پس من هذه یعنی این کیست، مشار الیه، آن کسی را که دستمان طرفش دراز کرده اشاره کرده ایستاده ایم، یا آن کسی را که نیت داریم که این کی هست، اون زن می باشد، یعنی هذه برای زن می باشد. درس گذشته ما و شما این موضوع را به تفصیل صحبت کرده بودیم. در جواب میگوید که هذه آمنه، این آمینه می باشد. هذه این یعنی زن، آمینتو اسمش، نامش آمینه می باشد. ببینید درس‌های گذشته ها را همچنین به یاد بیارید، به خاطر چی آمینتون نگفتیم، آمینتو گفتیم. اگر یادتون باشد ما و شما در گذشته ها قاعده را خوندیم که اسم زنانه اگر که از 3 حرف بالا باشد اون تنوین را قبول نمی کند. آمینتو یعنی که ممنوع من صرفش میگویند. و بعد از این میارد میگوید که و من تلکه، و آن کیست. ببینید آن کیست، آن یعنی که مشار الیه ما زن هست، یعنی که آن جنسی زنانه کی هست. در جواب میگوید که تلکه فاطمه تو، آن فاطمه می باشد. تلکه فاطمه تو یعنی که آن فاطمه می باشد، یا تلک فاطمه تو آن فاطمه است، زیرا که مبتدا و خبر هست. تلک فاطمه تو مبتدا و خبر هست. در آخر مبتدا و خبر یادتون باشد بارها تکرار کردیم که در آخرش کلمه است را در ترجمه همراه میکنیم. و بعد از این میارد میگوید که هذه طبیبه و تلک ممرضه. هذه طبیبه یعنی که این دکتر هست، طبیبه هست، پزشک زنانه هست. هذه اشاره به سوی زن هست. طبیبتون
اون زن، اون کسی را که اشاره کرده استادیم اون زن می باشد، طبیبه هست. در سوی گذشته ما و شما خواندیم که در آخرش ت باشد علامت تانیث است. هذه طبیبتون یعنی که این طبیبه می باشد. هذه برای قریب هست، این یعنی که در نزدش که هست، قریب که هست میگوید که این دکتر هست، یعنی پزشک زنانه است. و تلک ممرضتون، و آن، ببینید تلک یعنی که آن برای بعید است، برای دور، همچنین برای زنانه است، برای یک زن هست. و تلک ممرضتون یعنی که آن زن ممرضه می باشد. ممرضه همشیره طبی را میگویند. ممرضه همشیره طبی می باشد. ما و شما تاجیکا کلمه روسیش را استفاده میبریم، حالا یادم نیست که چی هست، اما ممرضه یعنی که همشیره طبی را گفته می شود به زبان فارسی یا به زبان تاجیکی. بعد از این می آورد میگوید که هذه من الهندی و تلک من الیابانی، میگوید که این از هند است. هذه یعنی که اشاره به قریب است، میگوید همین انسانی که به ما نزدیک است، قریب هست، من الهندی از هند است، یعنی که همین زن از هند است. و تلک من الیابانی و آن زنی که از ما دور هست، آن از یپانیا می باشد و آن از یپانیا است. هذه طویلة و تلک قصیرة. هذه طویلة یعنی که این زنی که به ما نزدیک است، طویلة یعنی که قد بلند است، قد دراز هست. و تلک قصیرة و آن زنی که از ما دور هست، یعنی که برای بعید است، برای دور هست. تلک برای دور زنانه می باشد، یعنی آن زنی که دور هست. قصیرة یعنی که قد پست است، قد کوتاه است. بعد از این میگه که من هذا، این کیست؟ ببینید هذا اشاره به سوی مرد بود، اسم اشاره هست، برای مرد استفاده برده می شود. من هذا، این کی هست؟ یعنی مرد رو در نظر دارد. میگه که هذا حامدون، این حامد است. ببینید هذه زن هست، هذا مرد. هذا یعنی که این زن، هذا این مرد. هذا حامدون یعنی که این حامد است. و من تلک و من ذلك، و آن کی هست؟ ببینید ذالک آن برای بعید هست لیکن برای مذکر هست، مرد است. تلک آن زن، ذالک آن مرد. و من ذالک و آن کی هست، یعنی آن مرد کی هست؟ میگوید که ذالک علی، آن مرد که از ما دور هست اون علی می باشد. علی چطوری که ما شما میدونیم که علی البته مرد هست، برای همین خاطر کلمه ذالک را استفاده برد، یعنی که آن مرد که از ما دور هست نامش علی هست. اگر زن می بود حتما کلمه تلک را استفاده می برد، چطوری که موضوع درس ما و شما کلمه اسم اشاره تلک می باشد. و بعد از این میگوید که اتلک دجاجتون، آیا آن، ببینید تلک آن یعنی دور ده هست، میگه که آیا آن دجاجه هست، یعنی که مرغ است. آیا آن مرغ است؟ آیا تلک آن دجاجتون مرغ، آیا آن مرغ هست؟ میگوید که لا تلک بطتون، لا تلک بطتون، میگوید که نه آن مرغابی هست. تلک آن بطتون مرغابی، میگوید که نه آن مرغابی است، یعنی که دور که هست برای خاطر میپرسد که آن مرغابی هست یا مرغ هست. میگوید که نه آن مرغ نمی باشد بلکه آن مرغابی است. تلک بطتون یعنی که آن چیزی که از ما دور هست بطه می باشد، یعنی که مرغابی می باشد. ببینید آخری بطه حرف تا دارد، برای همین خاطر تلک را استفاده برد، تای تانیث دارد. یا دجاجه را آخرش را ببینید ت دارد، برای همین خاطر کلمه تلک را استفاده برد. اگر که ت نمی داشت مذکر می بود پس کلمه ذالک را استفاده می برد. بعد از این میگوید که ما تلک، آن چیست، یعنی که باید هم دور هست، آن چیست؟ میگوید که تلک بیضتون، آن تخم می باشد. بیضه تخم مرغ را میگویند، بیضه می باشد. تلک بیضتون، آن تخم است. بعد از این میگوید که هذه سیاره المدرسی،
و تلک سیارة المدیری، این میگوید ماشین مدرس است و آن که دور هست و آن میگوید ماشین مدیر است. ببینید هذه اسم اشاره مؤنث است، برای قریب هست. سیارتو ماشین آخرش تکی دارد، برای خاطر کلمه هذه اسم اشاره هذه را استفاده برد. سیارت المدرسی، پس در اینجا سوال برای کسانی که گوش کرده ایستادن یا که درسای عربی رو پیگیری کرده ایستادن، آیا جایز است در اینجا من بگویم که یا من بخوانم که هذه سیارتون المدرس؟ آیا جایز است؟ البته را کسانی که درسای گذشته را خوب فهمیدگی که باشد جواب داده میتواند حتما که جایز نیست. برای چی جایز نیست؟ برای آنکه سیاره مضاف است. ما و شما در درس‌های گذشته گفتیم که مضاف هیچگاه الف لام را قبول نمی کند و مضاف هیچگاه تنوین را قبول نمی کند. پس سیاره تو مضاف است، فقط ما حق داریم بگویم سیاره تو. المدرسی، مدرسی، حرف سین را کسره میتیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که مضاف الیه هست. مضاف الیه همه وقت آخرش کسره می باشد. و بعد از این ببینید تلک سیارة المدیری، و آن تلک را ببینید کلمه آن یعنی برای بعید هست و مؤنث استفاده برده است. برای چی؟ به خاطر آنکه سیاره آخرش تی تانیث دارد، تی مؤنثی دارد، یعنی که تی زنانه دارد. برای خاطر سیاره تو المدیری یعنی ماشین مدیر است، ماشین رئیس است. و تلک سیارة المدیری. و همچنین این را هم خودتان به خودتان سوال بکنید که سیارتون جایز هست یا نه. و سیارتو مضاف است، المدیری مضاف الیه هست. همچنین باید سوال دیگر در اینجا، آیا جایز است که من بگویم که هذه سیارة المدرسی؟ جایز است؟ حتما نه. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که هذه مبتدا است، سیاره خبر هست. ما و شما در درس‌های گذشته همچنین یادرس کردیم که خبر، مبتدا و خبر همه وقت مرفوع می باشد، آخرش ضمه قبول می کند، آخرش در ضمه می باشد. برای همین خاطر هذه سیارتو خبر هست، سیارتو می گویمش. المدرسی. اگر سیارتا بگوییم خطا و غلط هست، سیارتی بگوییم خطا و غلط می باشد. پس این قاعده هایی که ما و شما گذاشته بودیم اونها را در یادتون بیارید و اینها را تکرار بکنید که به خاطر چی سیارتو گفتید، سیارتا نگفتید، سیارتی نگفتید، یا به خاطر چی سیارتو گفتید اما سیارتون نگفتید. اینها را خوب در یادتون بیارید، زیرا اینکه زبان عربی زیاد احتیاج به این قاعده ها دارد. هر کلمه عربی را میخوانیم به این قاعده ها ما روپرو میشویم. برای خاطر کلمه های درس‌های گذشته را بسیار تکرار کنید یا بسیار یادرس کنید. پس در دوام عباره ها میگوید که اساعت عباس هذه، اساعت عباس هذه، میگوید که آیا ساعت عباس است این؟ ببینید اساعتو مبتدا هست، به خاطر چی تنوینش ندادیم؟ به خاطر اینکه مضاف هست. عباسین مضاف الیه هست. الساعت عباسین، پس هر دین مبتدا شد، هذه خبر شد. یا برعکسش میگوییم الساعت عباسین خبر مقدم، هذه مبتدا مؤخر. و ببینید هذه زنانه استفاده برده شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ساعتو آخرش ت دارد، ساعتو آخرش تکی دارد. برای خاطر اسم اشاره زنانه هذه استفاده بردگی هست یا نوشته شده است. در دوام میگوید که لا هذه ساعت حامدین، میگوید که نه این ساعت حامد است. تلک ساعت عباس، آن ساعت عباس است. ببینید هذه مؤنث هست، اسم اشاره مؤنث. برای چی؟ برای اینکه ساعتو تانیث است. ساعتو مضاف است، حامدی مضاف الیه، یعنی هذه مبتدا هست، ساعتو خبر. با ساعتو
مضاف است، حامدین مضاف الیه. تلک ساعت عباس، آن ساعت عباس است. به مثل همون اعراب یکمی که کردیم، هذه ساعت و حامدین، به مثل اعراب همون می باشد. فقط هذه برای قریب هست، تلک برای دور هست. هر دوش برای زنانه هست، برای تانیث است. در دوام میباره میگوید که ذالک دیکن، ذالک دیکن و تلک دجاجتون. میگوید که آن خروس است. ببینید خروس در آخرش تانیث ندارد یا جنس مردانه که هست، برای همین خاطر کلمه ذالک را استفاده بود، یعنی که آن خروس است. و تلک دجاجتون، و آن دجاجه است، مرغ است. ببینید مرغ آخرش ت دارد، برای همین خاطر تلک را استفاده بود، یعنی که تلک یعنی که آن چیزی که اشاره کرده ایستاده است مشارون الیه مؤنث می باشد، زنانه می باشد. پس ذالک مبتدا هست، دیکن خبر هست، و تلک مبتدا هست، دجاجتون خبر هست. این اعراب را، این کلمه‌ای که میگوییم اینها را یادداشت کنید و بسیار تکرار کنید و با تفصیل این چیزها را در گراماتیکای زبان عربی در آینده ها با فضل و کرم الله تبارک و تعالی براتون خواهیم رسانید. پس در اینجا ببینید تمارین، تمارین یعنی که تمرین ها، تمارین جمع تمرین هست. تمارین همچنین تنوین قبول نمیکند، جایز نیست ما بگیم که تمارینون، تمارینون گفتن جایز نیست، به خاطر آنه که این را جمع صیغه منتهی الجموعش میگویند. تمارین صیغه منتهی الجموع هست و این ممنوع من الصرف است، چطوری که مثلا فاطمه تو میگوییم اما فاطمه تون نمیگوییم، یعنی که علم مؤنث، علم مؤنث را جایز نیست که تنوینش بتیم اگر که از 3 حرف زیاد باشد یا تی تانیث داشته باشد. پس این تمارین به مثل همون است که جایز است که بگیم تمارینون، تمارینون خطا هست، تمارینو تنوین این قبول نمی کند. ببینید در رقم 1 میگوید اقرا واکتب، اقرا بخوان، فعل امر هست و بارها تکرار کردیم که فاعلش محذوف است، ضمیر مستتر هست، تقدیرش انت، یعنی که بخوان تو. واکتب بنویس تو، هر دوش فعل امر می باشد، بخوان تو و بنویس تو. رقم 1 ده میگوید که هذه مدرستون. ببینید حرکت ندارد، لیکن شما خودتون حرکتش را بمانید. مدرستون، برای چی مدرستون گفتید؟ به خاطر آنه که خبر است. هذه مبتدا است، مدرستون خبر هست. خبر همه وقت مرفوع می باشد، مبتدا همه وقت مرفوع می باشد. پس مدرستون که خبر کی است، برای همین خاطر ناترسیده با دل پر میتونید بگویید که هذه مدرستون، یعنی که این مدرسه است. و تلک جامعتون، و آن اونیورسیته است یا دانشگاه است. ببینید تلک مبتدا، جامعتون خبر هست، خبر همه وقت مرفوع می باشد آخرش، جامعتون یا مدرستون. در رقم 2 میگوید که ذالک حمارون، یعنی که آن که از ما دور هست حمار است، یعنی خر است. ببینید ذالک اسم اشاره مذکر هست، حمارون ته تانیث ندارد، یعنی که جنس مردانه که هست، برای همین خاطر ذالک را استفاده برد. ذالک حمارون همچنین مبتدا و خبر هست، برای همین خاطر حمارون میگوییم. و تلک بقرتون، و آن گاو است. بقره آخرش ت دارد، برای همین خاطر تلک را استفاده بردیم، یعنی که اسم اشاره برای مؤنث را، اسم اشاره بعید برای مؤنث مفرد است. بقرتون این خبر هست، بقرتون. و 3 اذالک مسجدون، آیا آن مسجد است؟ اذالک مسجدون، آیا آن مسجد است؟ ببینید مسجدون، به خاطر چی مسجدون میگوییم؟ به خاطر اینکه خبر هست، ذالک مبتدا است، مسجدون خبر هست. میگوید که آیا آن مسجد است؟ ذالک اسم اشاره برای بعید است، لیکن مذکر هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسجدون علامت تانیث ندارد، برای همین خاطر ذالک را استفاده برد. در جواب میگوید که لا، میگوید که نه، تلک مدرستون، آن مدرسه است. ببینید مدرسه آخرش ت دارد، برای همین خاطر اسم اشاره تلک را استفاده برد، تلک مدرستون، یعنی که آن مدرسه است.
مدرستون، به خاطر اینکه خبر است. و رقم 14 میگوید که هذا جمل، هذا جمل، این شتر است. جمل شتر رو میگویند، شتر نر. هذا جمل، این شتر نر است. ببینید جملون ته تانیث ندارد، برای خاطر هذا را استفاده برد و هذا برای اسم اشاره برای قریب بود و برای مؤنث، برای مذکر و مفرد استفاده برده میشد. و تلک ناقه، و آن ناقه می باشد. و تلک ناقه، یعنی که آن ناقه می باشد. ناقه همچنین شتر است، لیکن شتر ماده را ناقه میگویند. جمل شتر نر است، ناقه شتر ماده است. و تلک ناقه، و آن شتر ماده است. ناقتون به خاطر اینکه خبر است، یا جملون به خاطر اینکه خبر است. هذا مبتدا است، جملون خبر است. تلک مبتدا است، ناقتون خبر است. برام خاطر این حرکت را، این یعنی که مبتدا و خبر بودن رو دانستنتان فایدهش همین است که شما حرکت ماندن رو میدونید. یعنی که یک انسان اگر در پیش یک کس بخوند بگوید که هذا جملون، پس اون کس برای شما بگوید که به خاطر چی جملون گفتی و جملین نگفتی، میگوید به خاطر اونه که جمل خبر است. خبر همه وقت در زبان عربی مرفوع می باشد آخرش. و در رقم 5 میگوید که هذه مدرسه و تلک طالبه. هذه مدرسه یعنی که این مدرسه است، یعنی که مدرسه نزدیک است، برای همون خاطر هذه را استفاده برد. و مدرسه مؤنث که است، برای همین خاطر هذه را استفاده برد. هذه اسم اشاره مؤنث است، برای قریب استفاده برده می شود. هذه مدرسه، این مدرسه است، همچنین مبتدا و خبر شد. و تلک طالبه، و آن شاگرد است. شاگردی یعنی که شاگرد دختر است، برای همین خاطر تلک را استفاده برد. طالبتون آخرش ت دارد، برای همین خاطر تلک را استفاده برد. در رقم 6 میگوید که هذا کلب و ذلک قط. میگوید که این سگ است و آن پیشک است. هذا کلب، این سگ است. هذا مبتدا است، کلبون خبر. کلبون که علامت تانیث ندارد، علامت زنانه یگان چیزی ندارد. باز یک بار دیگر یادرس میکنیم که علامت زنانه بودن تی تانیث است. تی که در آخر طالبتون ببینید هست، یا مدرسه‌تون در آخرش تی که هست، همین را تی تانیث میگن. همین یکم علامت تانیث است. و دیوم الف مقصوره اش میگویند و سوم الف ممدوده. الف مقصوره به مثل حبل و الف ممدوده به مثل صحراء، یعنی که الف است بعدش همزه است، این را الف ممدوده اش میگویند. ببینید هذا کلب یعنی که این سگ است، مبتدا و خبر. و ذلک قط، و آن پیشک است. همچنین این هم مبتدا و خبر می باشد، این هم مبتدا و خبر است. و در رقم 7 میگوید که هذا بیت المؤذن و تلک حدیقه التاجر. در رقم 7 میگوید که هذا بیت المؤذن، یعنی که این خانه مؤذن هست. مؤذن انسانی که اذان میگوید، مؤذن آدمی اذانگو. این میگوید خانه اذانگو است. و تلک حدیقه التاجر، و آن باغ بیزنسمن است، باغ تاجر است. ببینید هذا مبتدا، بیتو خبر است. بیتو مضاف است، مؤذنی مضاف الیه. برای خاطر بیتون گفتن جایز نمی باشد، به خاطر اینکه مضاف است. و تلک مبتدا است، حدیقتو خبر است. حدیقتون گفتن جایز نیست، به خاطر اینکه مضاف است. التاجری مضاف الیه می باشد. حدیقتو در اینجا یاش یعنی که دال از یا جدا شدگی است، یا از قاف جدا شدگی که است. این نوشتجاتش خطا هست، غلط است، زیرا اینکه باید این باید با یکدیگر بچسبند. حدیقتو باید با یکدیگر بچسبند، اما در نوشتن خطا شدگی هست. و این بود یعنی که مثالی یا که تمرین یکم. و میگذاریم بعد تمرین دوم. در تمرین دوم میگوید که اشیر الى الكلمات الآتیه باسم اشاره للبعید ذلك تلك. ببینید اشیر میگه یعنی که اشاره بکن. اشیر فعل امر هست، فاعلش یعنی که تو. اشاره بکن تو ای طالب علم،
ای کسی که زبان عربی تعلیم گرفته ایستاده ای، الی الکلمات الاتیتی، با کلمه های می آمدگی. الی الکلماتی، به خاطر چی کلماتی گفتیم؟ درسای گذشته را به یاد بیارید. به خاطر آنه که الی حرف جار هست، اسمی که بعدش میاد آخرش کسره می شود، کلماتی. الاتیتی، برای چه آتیتی گفتیمش؟ به خاطر آنه که صفت از صفتی کلمات می باشد. آتیتی صفت است برای کلمات. صفت این از جمله توابع می باشد. توابع یعنی که حرکت موصوف شه به خودش می گیرد. ببینید کلماتی آخرش کسره است، الاتیتی هم آخرش کسره می باشد و موصوفش هر چیزی که باشد در اینجا موصوف کلمات است و آتیتی صفت است. موصوف چی کلمه‌ای که داشته باشد، یعنی چی حرکتی داشته باشد، صفت همون حرکت قبول میکند. همچنین الاتیتو گفتن هم جایز است در درجه دوم، در درجه دوم. اما درجه یکم ده ما میگیم که آتیتی. در درجه دوم جایز است بگیم الاتیتا، الاتیتو جایز است. و درجه سوم ده همچنین ما میتونیم بگیم که الاتیتا، یعنی که در زبان عربی درست است اما بهتر و خوبترش الاتیتی بگوییم. این مشهور و معروف است. بسم اشارتی، بسمی اشارتی. ببینید بسمی آخرش به خاطر چی می گفتیم؟ به خاطر اینکه با حرف جاره است. بسمی، بسمی. اشارتی، اشارتین، بسمی اشارتین. اشارتین مضاف الیه می باشد. للبعیدی، بعیدی. به خاطر چی بعیدی گفتیم؟ به خاطر اینکه لی حرف لامه که آخر اولش کسره دارد، این حرف جاره است. به مثل علا، ایلا، عن خواندگی بودیم، به مثل همونها هست. پس ببینید حرفای جاره زیاد شده ایستاده از عددهایش. شما اینها را دیاتون گرفتن بگیرید. یعنی که بی، ب حرف جاره بوده است و لام حرف جاره بوده است. پس اینها را در یادتون گرفتن بگیرید. یعنی که عدد اون حرفای جاره زیاد شدن میگیرد، شما در یادتون گرفتن بگیرید. هر جایی ده که بر دیدید بعدش اسمی که آمد اون کسره میاد آخرش. بسمی. ببینید در بسم الله ما و شما میگیم بسم اللهی. برای چی بسمی گفتیم؟ به خاطر اینکه به حرف جاره است، اسمی اسم مجرورش میگن بسمی. اللهی را به خاطر چی کسره گفتیم؟ به خاطر اینکه بسمی می اسمی مضاف است، اللهی مضاف الیه هست. ببینید اگر که شما قاعده های درس های گذشته در یادتان باشد یا قاعده هایی که در درس ها میگوییم در یادتان باشد، دیگر هر چیز میتوانید که چیکار کنید؟ بدانید که به خاطر چی بسم اللهی گفتیم، به خاطر چی بسم الله هی گفتیم و بسم الله نگفتیم یا بسم الله نگفتیم. یا کسی بسم الله بگوید میشود خطا، یا کسی بسم الله بگوید میشود خطا. باید بگویی بسم الله، آخری لفظ جلاله را کسره باید بتی، بسم الله. یا مثلا اعوذ بالله، ببینید اعوذ بالله، به خاطر چی بالله گفتی؟ به خاطر اینکه ب در اولش است. من الشیطانی، به خاطر چی شیطانی گفتی؟ به خاطر اینکه من حرف جاره در اولش است. برای خاطر من الشیطانی، من الشیطانو بگوی غلط است، خطا است. باید بگوی من الشیطانی. رجیمی، به خاطر چی رجیمی گفتی؟ به خاطر اینکه صفت شیطان است. شیطان با موصوف است، رجیمی این صفتش می باشد. یا مثلا بسم الله با حرف جاره اسمی اسم مجرور است، اللهی مضاف الیه هست. الرحمانی صفت الله هست، صفت یکمش. الرحیمی صفت دویمش است. ببینید صفت ها می شود 3 تا 4 تا 5 تا دومی در دوم بیاید. بعد الرحمانی صفت یکم است، رحیمی صفت دوم، صفت الله تبارک و تعالی. پس اینها را دیگر وقتی شما که این قاعده ها را که در یادتون که گرفتید، هر کلمه عربی را که شنیدید، پس همین قاعده ها در یادتون بیاد که به خاطر چی این طور آمد. یا که مثلا الحمدو، به خاطر چی الحمدو گفتی؟ به خاطر اینکه مبتدا هست. للهی، به خاطر چی الله را لفظ جلال آخرش کسره داده للهی گفتی؟ به خاطر آنه که لام حرف جاره است، لی برای هم خاطر الله را لفظ جلال آخرش کسره موندی، للهی گفتی. پس ببینید یعنی که زبان عربی به قاعده
یعنی که قاعده قطعی حرکت گذاری شدگی است، یعنی که پیششون حرکت رو ماندگی نیستن، قاعده قطعی است. وقتی شما قاعده را که دانستید، در هر کجایی که کلمه را دیدید شما خودتون میتوانید که حرکتش رو بگذارید اگر که حرکت نداشته باشد، یا اگر حرکتش غلط باشد، خطا باشد، شما خودتون میتونید که درستش بکنید. برای خاطر بسیار متوجه باشید در قاعده هایی که درس های گذشته گرفتیم. و این در تمرین دوم گفت که اشاره کن با کلمه های می آمدگی به اسم اشاره که برای بعید باشد. ذالک تلک را ما شما گفتیم اسم اشاره برای بعید است، برای دور باشد، ذالک تلک گفته می شود. و ذالک برای مذکر هست، مردانه است، تلک برای زن است، زنانه است. برای خاطر اینها را نگاه میکنی. ببین یکم را مادر اگر دور باشد ذالک میگوی یا تلک میگوی؟ حتما تلک میگوی، به خاطر اینکه مؤنث است. مادر، تلک یعنی که آن مادر است. تلک امون میگوی. ببین حرکت رو همچنین خطام بگذارید. تلک امون. به خاطر چی امون گفتی؟ به خاطر اینکه خبر است. تلک مبتدا است، امون خبر هست. در رقم 2 ابون یعنی پدر را چی طور آن پدر است بگوی؟ چی طور میگویی؟ آن یعنی دور هست از تو، آن میگوی پدر است، میگوی ذالک ابون میگوی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خبر است. ذالک مبتدا هست، ابون خبر هست. در رقم 3 قلم رو به چی اشاره میکنی؟ مذکر یا مؤنث؟ حتما که به مذکر. برای چی؟ به خاطر اینکه آخرش اگون علامت تانیث ندارد. قلمون. و میگویی که ذالک قلمون. ذالک مبتدا است، قلمون خبر هست. در رقم 4 ملعقتون یعنی قاشق. ملعقه را ببینید آخرش چی دارد؟ ت دارد. پس چی طور اشاره میکنید؟ اشاره بعید با مذکر یا با مؤنث؟ حتما که با مؤنث، به خاطر اینکه ملعقه آخرش ت تانیث دارد. پس میگه تلک ملعقتون. تلک مبتدا، ملعقتون خبر. رقم 5 رو ببینید عینون چشم. پس درس گذشته رو به یادتون بیارید. عینون یگون علامتی تانیث ندارد. پس ما ذالک میگوییم یا تلک میگوییم؟ حتما که تلک میگوییم. به خاطر چی تلک میگوییم؟ سببش در چی است؟ درس گذشته اگر فهمیده باشید جوابش میدونید. اما اگر که همچون تاریخ یک بار گوش کرده باشی و اهمیتش نداده باشی، پس تعجب میزنی که عینون یگون علامتی مؤنث ندارد. به خاطر چی تلک بگم؟ پس میگم ذالک که گفتی میشه و خطا، تلک میگویی میشه و درست. جوابش چی است؟ جوابش درس گذشته ما و شما گفته بودیم که هر اعضای انسان که دو دانه باشد، دو تا باشد، اون را عرب ها به علامت مؤنث استفاده اش میبرند، علامت تانیث استفاده میبرند. مثلا عین، چشم. ما چند چشم داریم؟ 2 تا چشم داریم. پس عین رو به تلک استفاده میبریم، کلمه تلک را، یعنی که آن. اگر این عین چشم انسان رو در نظر داشته باشد تلک می شود. لیکن عین اگر چشمه را در نظر داشته باشد پس میگوید ذالک عینون، یعنی که آن چشمه است. ببینید فرقیت رو ببینید. عین یعنی که اگر که چشم رو در نظر داشته باشد تلک عینون میگوییم، یعنی که آن عین است، یعنی که چشم است، چشم آدم یا چشم حیوان یا چشم پرنده. ولیکن اگر عین چشمه همچنین به معنای چشمه هم میآید، اگر چشمه را در نظر داشته باشد پس میگویی که ذالک عینون، یعنی که آن چشمه است. عینون در هر دو صورت خبر می شود. تلک عینون، تلک مبتدا است، عینون خبر، یا ذالک عینون، ذالک مبتدا است، عینون خبر هست. برای بخاطر بسیار متوجه باشید. در رقم 6 میگوید که حجرون. در رقم 6 میگوید حجرون. در اول حجر چی را باید بمونیم؟ اسم اشاره بعید را باید بمونیم. مذکر میمونیم یا مؤنث؟ حتما که مذکر را میمونیم، به خاطر اینکه حجر علامت تانیث ندارد. ذالک حجرون. حجرون خبر است، آخرش را تنوین میتیم و ضمه میکنیم. حجرون. در رقم 7 قمیصون. قمیصون را ببینید آخرش تانیث دارد یا نه؟ حتما که ندارد. وقتی که ندارد کلمه ذالک را استفاده میبریم، میشه ذالک قمیصون، آن پیراهن است، کرته است. رقم 8 قدرون. قدرون را در آخرش تانیث نیست، پس ما چی را استفاده میبریم؟ اگر درس گذشته در یادتون باشد پس میدونید که قدر عرب ها همچون
مؤنث استفادهش بردگی هستند. پس میگوید که تلک قدرون. این کلمه هایی که به مثل قدر، به مثل شمس، به مثل حرب، این کلمه ها بسیار نیستند، در زبان عربی خیلی کم هستند. می توانید که همش را یک جا حفظ کنید و دیگر در تلفظ کردن خطا نکنید. قدرون، پس می شود تلک قدرون. قدرون یعنی که آن دیگ است، قدرون خبر هست. تلک مبتدا است، قدرون خبر. در رقم 9 میگوید که نافذتون، تیریزه. پس میگوید که تلک نافذتون یعنی که آن تیریزه است. نافذتون خبر است. در رقم 10 میگوید که بقرتون. پس شما میگوید که تلک بقرتون، به خاطر اینکه در آخرش ت دارد. بقرتون، تلک بقرتون یعنی که آن گاو است. در رقم 11 مکتبون، در آخرش ت تانیث ندارد یا علامت مؤنث بودن یگان علامتی نیست. پس میگوید که ذالک مکتبون یعنی که آن میز است. آن میز است. در رقم 12 ناقتون، ناقه شتر مادر میگویند، همچنین در آخر ببینید ت دارد. پس شما میگوید که تلک ناقتون یعنی که آن شتر است. رقم 13 مهندسون، مهندس یعنی انجینیر. پس کدام اسم اشاره بعید استفاده میبرید؟ مذکر یا مؤنث؟ حتما که مذکر را، به خاطر اینکه مهندس علامت تانیث ندارد. پس میگه که ذالک مهندسون یعنی آن انجینیر است. رقم 14 رو ببینید مؤذنون، مؤذنون اذانگو، آخرش تانیث ندارد. علامت تانیث، علامت زنانه یگان چیز در این نیست. پس در اینجا ما کدام اسم اشاره بعید استفاده میبریم؟ ذالک یا تلک را؟ حتما که ذالک را، به خاطر اینکه این مؤذن مرد است یا که جنسی مردانه است. ذالک مؤذنون، آن مؤذن است. ممرضتون، ممرضتون یعنی که همشیره، همشیره طبی. ممرضه آخرش تانیث دارد. پس کلمه تلک را استفاده میبریم. تلک ممرضتون یعنی که آن همشیره طبی است. و رقم 16 رو ببینید سریرون، سریرون علامت تانیث ندارد. پس چرا استفاده میبریم؟ ذالک، ذالک سریرون یعنی که آن کت است. رقم 17 رو ببینید حدیقتون، حدیقتون آخرش تانیث دارد. پس اسم اشاره بعیدی مؤنث استفاده میبریم. تلک، تلک حدیقتون یعنی که آن باغ است. رقم 18 رو ببینید طالبتون، آخرش تانیث دارد. پس اسم اشاره بعید مؤنث رو استفاده میبریم یعنی که تلک طالبتون، آن شاگرد است یا که آن استودنت دختر، استودنت زنانه است. و رقم 19 رو ببینید، رقم 19 ده میگوید که جملون، جملون یعنی شتر، شتر نر رو میگوید. ببینید در اینجا علامت تانیث نیست، علامت تانیث نیست. پس اسم اشاره بعید رو مذکر استفاده میبریم، مؤنث رو حتما که مذکر رو، به خاطر اینکه علامت تانیث نیست. پس میگیم که ذالک جملون یعنی که آن شتر است. رقم 20 میگوید که بطتون، بطتون آخرش چی دارد؟ ت تانیث دارد. پس کدام اسم اشاره را استفاده میبریم؟ اسم اشاره بعید رو کدامش را استفاده میبریم؟ مذکر یا مؤنث؟ حتما که مؤنث، به خاطر اینکه در آخرش ت تانیث است. پس میگیم که تلک بطتون یعنی که آن مرغابی است. بطه گفتم مرغابی را میگویند، آن مرغابی است. پس ببینید در اینجا هر کلمه‌ای که هست 20 کلمه اومده است، همش آخرش رو ضمه میتیم. مثلا امون، ابون، قلمون، ملعقتون، عینون، حجرون، قمیصون، قدرون، نافذتون، بقرتون، مکتبون، ناقتون، مهندسون، مؤذنون، ممرضتون، سریرون، حدیقتون، طالبتون، جملون، بطتون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همشون خبر هستن. مبتدا را خودمون میمونیم و اینا میشون خبر. برای خاطر باید ما آخرش رو ضمه بتیم. پس این قاعده ها رو همچنین یادداشت کنید، بسیار تکرار کنید. پس در اینجا میگوید که الکلمات الجدیده یعنی که کلمه های نو. الکلمات جدیده، الکلمات خبر است، آخرش مرفوع باید باشد. جدیده صفتی کلمات است، باید آخرش مرفوع باشد. الکلمات جدیده، الکلمات الجدیده یعنی که کلمه های نو. در کلمه های نو در اینجا در این درس ما و شما 6 کلمه نو داریم. یکمش
الممرضة، ممرضة همشیره طبی، ممرضه همشیره طبی. الحدیقة، الحدیقه یعنی باغ، باغ. البطة، بطة یعنی که مرغابی. المؤذن، مؤذن یعنی که اذان گوینده، مؤذن. باش ما به توجه کلمه مؤذن رو استفاده میبریم، اون کسی که در مسجد اذان میگوید. الناقة، الناقة یعنی که شتر ماده. البیضة، البیضة یعنی تخم. پس در اینجا یک سوال برای شما، به خاطر چی البیضة گفتیم؟ آیا ممکن است بگوییم که البیضة؟ ممکن هست یا نه؟ حتما که ممکن نیست. برای چی ممکن نیست؟ دیگر درس‌های گذشته بارها تکرار کردیم، باید دیگر یادتون باشد. پس در اینجا در این جایی که به حرف کبود نوشته شده است میگوید که اسماء الاشاره للقریب، اسم‌های اشاره برای نزدیک. اگر نزدیک باشه کدام اسم‌های اشاره را استفاده میبریم؟ ببینید هذا محمدون، هذا محمدون، این محمد است. محمد نزدیکی است، مرد کی است، برای همین هذا را استفاده میبریم. هذه آمنه، این آمنه است. آمنه زن کی است، برای همین خاطر هذه را استفاده میبریم. همچنین هذه برای قریب است، به ما نزدیک باشه میگیم که هذه، یعنی که همین کسی که در نزد ما است، قریب است به ما، آمنه است. و در خانه دی میگوید که اسماء الاشاره للبعید، اسم‌های اشاره برای دور، برای دور باشد اگر این اسم‌های اشاره استفاده برده میشد. ذلک حامدون، آن حامد است، آن حامد است. ذالک برای بعید است، برای مذکر هست، برای خاطر حامدون مذکر هست، یعنی که نام مرد است. ذالک حامدون، آن حامد است. تلک زینب، آن زینب است. زینب زن که است، برای خاطر کلمه تلک را، اسم اشاره تلکه بعید را استفاده بردیم، یعنی که آن زینب است. و زینب جایز است که آخرش را تنوین بتیم بگیم زینبون؟ آیا جایز است؟ پس درس‌های گذشته یادتون باشه جواب داده میتونید. یا که هذه آمنتو، آیا جایز است بگیم که هذه آمنتون؟ درس‌های گذشته در یادتون باشه جواب داده میتونید. پس ببینید در اینجا ما گفتیم که اسماء الاشارتی، برای چی اشارتی گفتیم، اشارتو نگفتیم؟ یا برای چی اشارتا نگفتیم؟ پس درس‌های گذشته اگر در یادتون باشد میدونید اسماء الاشارتی. برای چی اسماء گفتیم، اسماء نگفتیم یا اسمائی نگفتیم؟ پس بارها تکرار میکنیم که مبتدا همه وقت مرفوع میشود. اسماء مبتدا هست، اسماء پس در محل مبتدا هست و مرفوع می باشد. الاشارتی برای چی کسره هست؟ درس‌های گذشته را به یادتون بیارید، دیگر سوال میتیم شما خودتون جواب بگویید. للقریبی، برای چی قریبی گفتیم؟ قریبو نگفتیم یا قریبا نگفتیم؟ برای چی؟ برای چی؟ پس جوابش رو شما خودتون باید بگویید. و آیا جایز است بگیم که للقریبین؟ آیا جایز است؟ حتما که نه. برای چی جایز نیست؟ به خاطر اینکه القریبی الف لام دارد. با الفش در کجا هست در اینجا؟ للقریبی الف ندارد که الفش در کجا هست که الف لام دارد؟ الف لام همون است، الف نه لامی که دیم هست، این همون الی که میگیم انا همون است. الفش حذف شید، الفش ادلیت شید بگیم، الفش از بین برداشتیم. اصلش القریبی بود، لی القریبی، و الف گرفتیم شید للقریبی، لام بلام چسبانیدیم شید للقریبی. برام خاطر للقریبین گفتن جایز نیست، للقریبی. و این بود انشاءالله درس امروزه ما و شما. و این سوال هایی که براتون گفتم جوابش رو نگفتم، اگر که نمیدونید درس های قفا را بخونید، درس های قفا را تکرار کنید تا اینکه اینها را بدانید. و این بود درس امروزه ما و شما. و در اینجا این درس هفتم را به پایان میرسانم و یکایک شما برادران، دوستان، خواهشمندان زبان عربی را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده.
الله حافظ و مددگارتان و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از قرآن و سنت دور نگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.